فرمانده ارتش روسیه روز 9 نوامبر سال 2022 اعلان کرد که نیروهای خود را از شهر خرسون به ساحل چپ دریای دنیپر بیرون میکشند. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین سرگئی سوروفکین گفت در ساحل راست دنیپر نگاه داشتن نیروها دیگر معنا ندارد. عملا این به معنی است که نیروهای روسیه به فشار حمله ارتش اوکراین تاب نآورده بدون جنگ خرسون را به اوکراین پس می‌سپارند. اگر خرسون به دست نیروهای اوکراین گذرد، این سومین شکست بزرگ روسیه در جنگ اوکراین بعد از ناکامی‌شان در راه فتح کیف پایتخت اوکراین و عقب نشینی‌شان از ولایت خارکوف خواهد شد. فرمانده ارتش روسیه در اوکراین جنرال سرگئی سوروفکین قبلا گفته بود که وضعیت در جبهه خرسون خیلی وخیم است و قرار غیر عادی را طلب می‌کند. روز 9 نوامبر سال 2022 سوروفکین در جریان اصاباتش به وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو که طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه نمایش داده شد، سوروفکین ابراز داشت که در ساحل راست دریای دنیپر نگاه داشتن خط مدافع آینده دار نیست. از همین لحاظ او پیشنهاد کرد که برای حفظ جان سربازان و داشتن خط مدافع قابل اعتماد باید نظامیان روس قسمت راست دریای دنیپر را که شهر خرسون است ترک کنند. شویگو نیز به پیشنهاد جنرال راضی شده فرمان داد تا نظامیان روس شهرهای را که 30 ایون سپتامبر سال روان پوتین یک قسم جدا نشونده خاک روسیه خوانده بود به اوکراین تسلیم کنند. شهر خرسون یگانه مرکز ولایت بود که روسیه الکی روز 2 مارس سال 2022 یعنی الکی یک هفته بعد شروع حمله به اوکراین 24 فوریه سال 2022 اشغال کرد. اندری تورچاک یک منصبدار بلندپایه روس ضمن بازدید از این شهر گفته بود که روسیه برای همیشه در خرسون میموند و در این هیچ جای شکی نیست. قرار به قلمرو روسیه امضا کردن خرسون را پوتین 2 اکتبر سال روان امضا کرده بود، اما همگی بعد از 2 هفته فرمانده ارتش روسیه در اوکراین جنرال سرگئی سوروفکین گفت که در پیش او را انتخاب وزنین انتظار است. از این قرار کرمل سخنگوی حکومت نو دست نشانده مسکو کریل استریموسوف که در منصب جانشین رئیس حکومت خودخوانده ولایت خرسون ایفای وظیفه میکرد نوروزی بود و بارها از طریق تلویزیون‌های روسیه مخالفت خود را به هر گونه عقب نشینی قشون‌های روسیه بیان میکرد. روز 9 نوامبر در روز اعلان خبر خروج نیروهای روسیه از خرسون خبر آمد که استریموسوف گویا در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده است، ولی جانب اوکراین هنوز مطمئن نیست که روسیه شهر خرسون را به جنگ تسلیم کند. گفته می شود نیروهای روسیه قبل از عقب نشینی دست به خرابکاری زده با مقصد مشکل ساختن پیشروی نیروهای اوکراین بناها و پلها را ولنگار کرده ایستادند. روز 9 نوامبر درباره تخریب 5 پل در خرسون از جانب ارتش روسیه خبرها به دست رسیدند. مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین میخائیل پادالیاک این عقب نشینی روس‌ها را شرح داده گفته است باید رفتار واقعی روس‌ها را منتظر شد تا زمانی که پرچم دولتی اوکراین در شهر خرسون قامت نافکند. حرف زدن از عقب نشینی قشون‌های روسیه غیر منطقی است. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه حمایت از حقوق منفعت‌های ساکنان روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد و در ماه‌های اول توانست قسمت‌های زیادی از قلمرو اوکراین را در شرق و جنوب آن کشور اشغال کند، ولی بعداً پیشروی نیروهای روسیه متوقف شد و ماه آخر برعکس همه شاهد عقب نشینی ارتش روسیه از بسیاری از شهر و ناحیه‌های اشغال کرده است، از جمله در اطراف کیف پایتخت اوکراین و ولایت خارکوف شدند. در 2 ماه اخیر ارتش اوکراین در عموم 48% خاک خود را از روس‌ها باز پس گرفتند. تا امروز از 90 از 8000 کیلومتر مربع که روس‌ها اشغال کرده بودند به نیروهای اوکراین میسر شده است که 43 از 15000 کیلومتر مربع را برگردانند.